دوستان عزیز، جدا از کاربردهای زیبایی که بوتاکس داره، کاربردهای درمانی متعددی هم داره. یکی از اونها درمان میگرن. درمان میگرن با بوتاکس خیلی وقته که اثبات شده و ما میتونیم با استفاده از مقداری بوتاکس که در ناحیه‌های مختلفی بسته به اینکه کجای ناحیه سرتون، میتونه در بعضی از افراد پیشونی باشه، بعضیا پشت سر باشه یا حتی شونه ها، تزریق بوتاکس رو انجام بدیم تا شدت علائم شما و همچنین دفعات میگرنتون در طول ماه کمتر بشه. دوستان عزیز، جدا از کاربردهای زیبایی که بوتاکس داره، کاربردهای درمانی متعددی هم داره. یکی از اونها درمان میگرن. درمان میگرن با بوتاکس خیلی وقته که اثبات شده و ما میتونیم با استفاده از مقداری بوتاکس که در ناحیه‌های مختلفی بسته به اینکه کجای ناحیه سرتون، میتونه در بعضی از افراد پیشونی باشه، بعضیا پشت سر باشه یا حتی شونه ها، تزریق